سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 20 اکتبر همراهی شما. حکومت تاجیکستان طرح قانون درباره عفو را برای بررسی به پارلمان فرستاد که بر اساس آن قرار است هزاران نفر از زندانها آزاد شوند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 20 اکتبر با شرح این قانون گفت که بر اساس این سند در مجموع 10,000 نفر از ادای جزا خلاص می شوند یا پرونده های آنها را لغو می کنند و یا مهلت ادای زندانشان کمتر کرده می شود. به خصوص افرادی بیمار و ناتوان، زنان، شهروندان خارجی و آنهای از زندان آزاد می شوند که جنایت های سنگین صادر نکردند. افرادی که با گناه آدمکشی، خیانت به وطن، جاسوسی و تروریسم زندانی شدند عفو نمی شوند. قانون درباره عفو به مناسبت 20مین سالگرد قبول قانون اساسی تاجیکستان روز 22 اکتبر در پارلمان بررسی خواهد شد. در شبکه اجتماعی یوتیوب نواری را نشر کردند که در آن 3 نفر درباره برانگیختن آشوب در تاجیکستان صحبت می‌کنند. در این نوار که شام 19 اکتبر نشر شد، گویا عمرعلی قوتوف صاحبکاری فراری و رهبر گروه 24 با یک فرد نامعلوم و شراف‌الدین گدایف یکی از همعقیده‌هایش درباره حمله مسلحانه به ناحیه ایسفره و زندان شهر خوجند صحبت می‌کنند. Полчаса сделать 200 человек, потому что когда у тебя есть оружие, ты заходишь в ЛВТ, и там берешь 100 стволов. معلوم نیست که این صحبت‌ها را کی ثبت کرده است. از این پیش عمرعلی قوتوف و طرفدارانش از طریق اینترنت به مردم مراجعت می‌کردند که روز 10 اکتبر به مرکز دوشنبه به میتینگ بیایند، ولی هیچ گونه تظاهرات در آنجا برگزار نشد. عمرعلی قوتوف و طرفدارانش این نوار یوتیوب را شرح ندادند. رهبران دانشگاه مشترک سلاویانی تاجیکستان و روسیه میگویند گزارش‌ها درباره محروم شدن این دانشگاه از لیسانس وزارت معارف روسیه درست نیست. به قول آنها تنها یک بخش دانشگاه سند لازمی خدمات نظارت بر ساحه معارف و علم روسیه را نداشته است. فعلا ما در 11 اختصاص ماجستر و 16 اختصاص بکالور آماده میکنیم. همه این اختصاص ها دارای مجوز هستند، با استثنای اختصاص اینفورماتیک. رسانه‌های روسیه آخر هفته گذشته گفتند که دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه بنابر موافقت نکردن برنامه‌های تعلیمیش به معیارهای وزارت معارف روسیه از لیسانس خدمات نظارت بر ساحه معارف و علم محروم شد. دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان سال 1996 تأسیس شده است و در آن 3600 دانشجو تحصیل می‌کنند. در دانشگاه که از جمله فاکولته اقتصاد و فیلولوژیا و حقوق شناسی دارد، اکثری درس‌ها با زبان روسی صورت می‌گیرند. دسته استقلال شهر دوشنبه بعد پیروزی بر تیم خوجند شهر خوجند برای 7مین بار قهرمان فوتبال تاجیکستان شد. بازی دو دسته لیگ عالی کشور روز 19 اکتبر صورت گرفت و به استقلال میسر شد و دروازه خوجند 2 گل زند و پیش از انجام مسابقات عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان را به دست بیارد. استقلال در 13 بازی امسال سبقت لیگ عالی 37 امتیاز به دست آورده است. برای مدال‌های نقره و برنجی مسابقات دسته خوجند، دلیران استروشن و خیر وحدت مبارزه می‌برند. روز 20 اکتبر در جشنواره بین المللی دیدار فیلم ثواب را که درباره ولنتیرهای آمریکا قصه می‌کند نمایش دادند. مهیا ناظم و مؤلف این فیلم به رادیو آزادی گفت که ثواب را با هدف تشویق جوانان تاجیک به کارهای خیر ساختند و آن را همراه با کارگردان تاجیک رستم مایلوف همین سال در آمریکا به نوار گرفتند. جوانان ما هم وقت خالی زیاد دارند، اما متاسفانه اونا نمیدونن همین وقت به چی مصرف کنند، به چی به همین خالگی خود رو به چی پر کنند. و اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صفحه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.